به شرطی که برای نباشه تو اپاراتی مارکتینگ صورت همین میرسونیم اپارات خودم چادگان این خدا شما قربانشون تو پیشینه تو بیاشین خوشبختی جبید در تاریخ بغلت جوره با اکرات 80 سالگی رو اونجا میزنه شین چه زدی آی برا اپا به گو قبلا به تو پالکوونیکا میخواین سلطان صبر استار بده اکو استاد صبر اینجا فهمیت من Boyakta. Shit. tam میگیرم دو مالش گو چی نمیشه شش کسلوی زنانه کمپونی بدرس شو دیدار نیکتون فرخنده بود و این خانه ادیبان به نام استاد مرزا ترسنزاده و روز نیک است روز ایجادی ملا ظهور طاهری روز حالات ملا ظهور طاهری است. ملا ظهور طاهری یک شخصیتی است که در پاکستان شاید شخصی نیست که این نام نداند و حرمت میکند و این نام نه تنها در تاجیکستان از تاجیکستان در بسیار کشورها محبوبیت دارد شهرت دارد و این همش وابسته به اون شخصیت پرتکاپو فعال سوز غمخوار که در بنیاد ملا ظهور طاهری داشت وجود دارد و معنای نام ملا ظهور طاهری روشنایی است. طاهر ظهور پاکی است. طاهر پاکی و پاکیزگی و ملا ظهور طاهری معنایش ظهور پاکیزگی ظهور اون جایی که پاکی هست روشنایی هست گرمی هست و واقعا همین نام هر کس از بالا خداوند میتید نام ملا ظهور البته مثل نام هر یک ما شما از بالا آمدگی و خداوند را خطا هم نمیکند پاکی من که با ملا ظهور طاهری ها جوانی ها رابطه دوستی برادری دارم در سیمای این آدم همون ظهور پاکیت احساس میکنم همون ظهور پاکیت تمام طبیب های نامدار ما در تاریخ در همشون شاعر بودند و طبابت را می‌سرودند طبع روان داشتند همون سنت های کلاسیک های ما ادامه میدهند روان دارند شعر میگویند و اگر عضو تاجیکستان هستند و امروز در بنای اتفاق تاجیکستان بنیاد گردیدن این محفل چون که یک از عضو همین نامدار و همین اتفاقی مشغول هستند امروز دوستان اونهایی که
فرصت یافتن خبر کردن همونها اومدن. که من میدونم که در سیانس‌های ظهور در طول و خود ما از بس که گفتن که بسیار سر و سیمه گذاروندن، ما گمان کردیم که خودشون مردم خبر نویسنده‌های خودم باید و نمید چند نفره گفتیم همشون خبر نکرده. بنابر همین شما از این بسیار حیران نشید. این باز هم از پرکاری خود ملا ظهور منشه میگیرد که فرصت نیافتن که همه خبر کنن، چون به زمین خود. بنابر همین اما اینجا بهترین وفادار و صادق اینجا حاضر میخواهم بگم که ملا ظهور طاهری پیش از همه دکتر هستند، طبیب خلقی هستند، این کس گیاه‌پزشک، این کس ادیب هستند، روزنامه‌نگار. یعنی که همون 40 هنری که در یک یکی کمر در همین کس ظهور دارد. حیرانم که در تاجیکستان عموما باشد وقتی که ما همین طبیبا داریم. اینجا عنوان‌هایی که در طول وقت گفتگی هست، بهترین طبیبی در سال 2000، بهترین طبیبی هزاره سیوم و 2014 چند چشم کردن می‌بینن. این خیلی عنوان‌هایی هست که ملا ظهور دیدن و این باعث افتخار ما در دوست و برادر داریم که در همه جا واژه بهترین همراه نامش هست. از تحت کفکوبی های شما از دعوت میکنیم که اول میخواهم که این اتفاق نویسنده ها از نام رئیس اتفاق نویسنده ها که سخنرانی اون کسی میگفتن بیمار هستند و از نام تو هم اعضای ریاست که اینجا چند نفرشون استاد پولنظر، استاد سیدعلی مامون، استاد غایب و از نام همه کلی ادیبای من دوست می‌دارم. من تبریکات دارم. تبریک. همین تبریک می‌کنم دارم برای این دورستان استفاده و از وقتی ملاحظه جنبه اساسی الهامشان و ایجادشان کارهای طبابتیشان هم طبیعت است و یک از طبیعت یک منظره طبیعتی که طبیعت دیوار به یاد بالای سرشان همیشه باشد در روزانشان الهام بدهد. ما مصلحت کردیم که این مجلس البته هم هم استاد سیدعلی مامون هم و همه، لیکن ما همه خلاصه میدیم که همین محفل ظهور برای اون که محفل شود که یک تأثیری تبا، یعنی که اینجا در یک بارگی یعنی که صحبت شود که ما از این روح ما تسکین یابد یا که شفا یابد، مثل اون که هر مثل صحبت‌های بزرگی که دوست از من یکشون میخوام بگم من دوست هستم چند روز برای شما رفتم تاثیر نکرد برای اینکه ما بسیار نزدیک، لیکن من یک شبهه داشتم. بعد یک وقت به دیهای کلخودشان رفتم، محترم خدا رحمت کنه زنده بودن سالشان رفتگی بود. بعد گفتم پسرم ملا ظهور طاهری الهی خدا برکه یابند. برای شما رفتم تمام گپتازشان رفتم و صحبتشان رفتم یافتم. من نقش شدم، من خیلی و واقعا در بین مردم چون که خیلی بسیار هستن که بهره‌مند شدن رابطه‌های ملا ظهور طاهری. من میخوام که همیشه باشم و همیشه
ظهور پاکی سلام علیکم دوستان عزیز. اولا من همه شما رو خواهش دارم که خاموش کنید چون که خودتان هم تاثیر میرساند. شما جان تشکر زیاد. این که سر کرده زور داریم اینه که مردم ما همه بیمار است. بیمار است برای اینکه مدنیت پس است. اگر مردم معرفتی سر نمیشن. مثلا من همین 2-3 روز آخر حرکت کرده 4 تا کتاب بیرون هست. یکی از اون کتاب ها بازم 100 лет не болея. چطور باید انسان و بیمار نشود. اینا یاد دادن نکن. این چیزیست که آدمای آموزاندن نکن. اگر ما زندگی سالم شما و آموزان شما اجرا کنید شما هیچ یکی اجرا نکرده بسیار انان داریم. مثلا مرکا زیاد خوراک میخورن. یک چیز عادی مثلا من این پگوی بزرگ رو چرخ زدم صبح بر وقتی علاقه یک بچه یک دشنام داد. یک دیگه قانون برام شده است برای دشنام دادن میسپاری. همه زنای همونجور دیگه من دستگیری کردن گفتن ما تستر چون که با واسطه جریمه اگر ما تربیت نکنیم تربیت کردن قین است. چون که در شعوری من شما یک مثال میبرم وقتی که در سر سوچ من اکسپریمنت گذاشتم و این شما با نقل میکنم سکرت من مرده روم سکرت قبرستان میره برای بزنم که شما عمر دراز بدید. خوش درآمد شد وقتی که من همچون برآمد کردم موضوع در اونجا کرست پلیان برای المپیاد ساختمان‌های زیاد رفت شده است. وقتی که ساختمان ورزش می‌بریم به واسطه اکولوژی اوپوچ در همون بحر چیز بسیار و افلاسیون می‌بود خیلی من گفتم برادر برای که همین چیز نشد میست اکولوژی شورنوکی آدمای تغییر دادن نکن فکر شما اینجا یک کتابچه من پیش از سال 1990 کتابی ها زیاد بود اما ابلاشکش به خطا رفته سالی چینی. اگر شما همین گفته خونید مثلا هر شب 2 شب 3 شب یا بار گفته میخونم کمبودهای خودم. اگر ما کمبودهای خودمو اصلاح کرده زندگی پیش نمیره. من اون چی که از کمالجان نیاز داریم اونه که افسوس که برای اینجا کارمندای تلویزیون اکی محمد آقای اصلا ما کم خلقتی برامده فهموده تیم بی بلند برداریم. این هم یک رولی کلام بازم مثلا اون اینجا چیز گفتن کمال جان 1-4 سال پیش من بردنی 2 تیتری گفتن وظیفه من آدمای آموزاندن ما با واسطه تلویزیون پایتخت یا اعلامچه نویسندیم که کسی که نسبتی سلامتش در کار بود نگاه کنیم باید آنها می آمودن. قبول ما میلیون 300 میلیون نباید میستن اینجا بیپول نمیدیم برای که کمتر تغییر دادن در کار. برای اینکه اینجا در 3 دوره مثال من با وقتی یکمش همچون طبیب و اکثر آدمی که در همین تالار هست نسبتی سلامتش هست. ما خواهیم نخواهیم مادر تولد میشد علاقه دگرگونی ها در ارگانیسم میشد روی حلش هست. مثلا یپونی بینید وقتی که من کتابی من 12 سفارتخانه بود دعوت از حاضر من 3 نفر از سفارتخانه یپونی اشتراک مدنیتی بلند دادم و کتاب جیز که کودک از همه وقتی که تولد میشد حرکت پیدا میشد یک پیاله برنج و یک پیاله گندم میگفتن که همین جدا کن مهنت آموزی می آموزی وقتی که جدا کرد و یک تا کمپیوتر میتیاد علاقه یک میشد و یک چه توفه میکنه آخوردگی که مثلا جامعه پیش بره مثلا حاضر در کوچه عیبی که عیبی همه ما شما و گدایی میکند شما میتید همه با عادت میکنه مثلا من تا امروز یکون گدا بود
پول دادگی نیم نوبینو باشد دیگر چیز باشد اونها کمک کردگی کچو برید یا گزاکتی میگرده دست خونش میبید دست سهر همون هم اگه مثلا ما که پول ندادیم باید در همونجا نمیسته خوش مسئله بیوسته ما برای که ممکن جا ادیبات شدگی باید مناسب ازبکستان سال 90 وقتی که دهه ادبیات تاجیک در ازبکستان اشتراک کردم و در بین دو تا جوربک شدگی بودم پرزیدنت ما آمدن برآمد کردن و نسبت اسلام کردن که شما پدری ما من در روزهای وزنی با ما دستگیری کرد باش اسلام کریم برآمد کرده از که هیچ شادی نیست در زبان تاجیک خطی هیچ شادی نیست برتر از دیدار روی دوستان بعد bizde kabrimiz bir, tokimiz bir, mo yak. Man asamo ilham gifte yak şiir, ma az bisor şiirim yodam neste, çor mesaj xonum etem ki, çünkü Uzbek çuyak Gurdastan az kadim ayom, o menuşan ziyak rudi zarafşonu amudaryoyi on. İn davamı şiir, hakikati Uzbekistan çok şut. برای اینکه چندی واقعه ها شد راه گفته شونید اشتراک نکردن اگر سروزیر رفت جانشین سروزیر رفت دیگرش بود همه ادیبای جامعه نوایی یک رابطه دوستی داشت سخنی تاثیر سخنی شاعر نویسنده دیگه خیلی میشد تمام مثلا حاضر تمام نرخ قیمت شدنی ما راه کردیم وقتی که من در خواجه‌آبگر کار میکردم در این ورزا به حساب مردم ازبکستان تابستان زندگانی از سر آسیا ترمیز بخارا سمرقند در این ورزا به مردم حساب درآمدی همونها من حاضر سرحد بسته شد پستی سخن ما میتونیم سرحد کشویم ما مقصد فقط یک شعر خودمون نشون دادن دیگر چیز نیست در همین واقعی که بین سرورای دولت نشد ادیبای برستان وظیفه ادیب ادب بودن جمعیت پیش بودن سالم بودن دیگر انجینیر دکتر که کار نکنند مقصد اساسی برای سالم بودن جمعیت یکمش آموزنده خیلی که من گفتم در فکر در معنی انسان واسه از تاثیر سخن سر میشد و من باور که امروز از سفارت ازبکستان هم اینجا اشتراک خوش بعد این برآمدهای و یک گروه ادیبای تاجیک دعوت کنم از طرف گفته شنید شود راه گشاده شود برای این طرف از طرف ترسونزاده از طرف پنجکی شوی کنه چقدر رفت و آمد بود بنزین ارزان ما باید که همسایه نزدیک اول نزدیک شویم مثلا شدگی بعضا اخیرش تبار نزدیک من خواهده زیادتر میرسه کدام ادیب میخواد که بردیم تو من میبرم رفته گیپنوز کرده همه راه های کشیم که رفته آمد برای که در ازبکستان وقتی که دوره سویتی بود من ترمیز سری آسیا سمرقند بخارا سیانس گذاشتم مردم خیلی نزدیک شدیم چقدر نسبت مردم ما بیاد تیار بودیم اگر شرط سمرقند بخارا ما بود جمع کنیم جمع خیلی گریم این خیلی نمید این دنیا کرای هیچی نیست مثلا ما یک روبایی نمید ای بیخبران خبر ندارید شما آمده و لوج روانت رجا در بکی میمانه آخر بروید نزد خدا باید اما که ثروت جمع میکنند این شب خواب میکنید پگاه برای همین در همین دنیای دو سه روزه شما اومده شاد باشید خرسند باشید خیلی اکنون من نمیکنم یک کمتر ضرورت که شود مقصد من که همه از این امروز خواب گفتم آدم کم آمد شما ذکر نشید من گفتم کم بیادو آدم های نازش بود در درونش دو تا سه تا همه باشد و کار پیش رو نمیره ما حاضر یک سخنی
شاعری خلقی ما هستند گلنظر کلدی. امروز ما همکاری داریم و کتابی منم مثلا قصد تحریک کرده بودم. سخن شما باید. مولا عزیز 60 سالگی مبارک شود. من گمان میکنم که همین مولا زهرا یک عصر باز شب همه فکر کردم که من همین جوانی جویم، جوانی ناآرام، جوانی پرجستجو پرتلاش یک وقت اندیشه کردم دیدم که علاقه 2 عصر شده. یعنی هم در عصر گذشته میشناختم، عصر 21 انشاءالله تا عصر 22 میریم. من در بیرون تنها گرم شمار کردم، حساب کردم، این دیپلماشون حساب کردم، دیدم از 120 میگذارم. یعنی ما حاضر نصف این دیپلمای خود زندگی کردیم. 60 سال زندگی کرد برای 60 دیپلمش تبریکنامه و این نامه ها. حالا باز 60 سال دیگر باید عمر بینیم. همین ما امیدوار هستیم. واقعا مولا زهرا بسیار آدمی همکاره هستند. این گز از نواختن رباب سر کرده، صوتخوانی تا رقص تا رسامی، شاعری و نویسندگی و این دختر گیمناستیکیشون و غیره حساب ندارم. در همه کار بسیار صمیمی، دل جان خودشون رو میبخشند. سالهای در خواجه‌آبی گرم کار میکردند و ما با برای استراحت میرفتیم. خواجه‌آبی گرم کوه داشت، یک تنتنه داشت، یک جوش و خروش داشت. حاضر میرد اندیری 80 ساله خاموش آرام خودش فرو رفته است و همه میگن که همینجا دل و جگری مولا زهرا نمیرسد. یعنی مولا زهرا در هر کجا که هستند در اونجا همیشه جوش و خروش، در اونجا شیرخوانی و در آنجا بزم و در آنجا اسکرگویی و شوخی و بازی و من در سانزهای این کس بسیار اشتراک کردم. در همون خواجه‌آبی گرم یک تالار بود که تقریباً یک 120-130 کس رو جای دادن میتوانست و این کسی در آنجا میکردند و لطف و مهربانی میکردند و شعر و نصیحت میکردند. ما میدیدیم ما برد از بغیر خواب من همچنان که خواب کمال نبود، خواب من هم نبود. باید چند بار با مولا زهرا با شوخی همینها دروغ خواب هستند. بعد مرتب دخترهای رسیان و این نازدانی و یک بار بوسه میکنه همشان خواب. مولا با همه هنر خودشان ملت برای به خواب کردن تلخی نکردن. این که از ملت در همه سخنرانی هاشان، در همه کتاب هاشان، در همه مقاله هاشان فقط دعوت به بیداری، دعوت به خودشناسی، دعوت به دوست داشتن وطن، احترام گذاشتن به آب و کوه و سنگ و راههای وطن. من گمان میکنم که در میان همه عالم های ما مولا زهرا عالم بودن و شاید که حاضر به درجه این کسی نیست که این از عالم زمانی مناسبت های بزرگانی بودن. اولین کتابهاشان درباره رسم و آیین، درباره اسرار زناشویی در همون مسائل بحث میکرد که به همین مسئله ها شوق داشتن و بسیار این کتاب ها رو میخریدن. این که از همون وقتی اول همین که مجبور بودن. خیر این که بدونشان این از رئیس اسوسیاسیون قوای خلقی جمهوری هستند. این از باوسی نگاه توبت کردن مردم تلقین کردن بسیار کتاب ها نوشتن. خب خلاصه همین که خدا کرد من در خاتمه سخنم گفتم که 100 ساله شود آزاده ما هم صحبت و هم باده ما بینگر بلند و روی سرخش چشم
به این خدا داده ما. خدا یارتان. همین گناهی که در همینجا ماندگی همش سلامت باشید. اینجا درباره گرم سخن شد. از سال 86 تا 89 کار میکردم که از دوره‌های بهترین اینجا زیاده از 700 نفر استراحت میکردم. که من نویسنده بودم در آنجا همچون گیم زمزمه خواجه آب گرم ما آباد شد، در دل کوه شهرک بنیاد شد، از درون سینه کوهپاره میزند آب شفا فواره، تا که او بخشد به هر درد دوا، او بخشد به هر بیمار شفا. میواد خوشی از این دره میرسد دور سفتی شرشره، کبک خوش رفت خواند عجب، هم پگاه هم چاه و نصف شب. تاجیکستان سرزمینی نامدار، از چنین گنج در افتخار. دوستان عزیز، اینجا شاعر و نویسنده بسیار استراحت و اشکالی که کمال جان گفتن یاد استاد لایقم می آمدن. من فقط سوزم میموندن گفتن گیفنازا تاثیر نمیکند و موسیقی ما بعد خوابشون میبود. دیدید من گیفناز کردم خواب بودم. نه صدای موسیقی و سوزم کردم برای که موسیقی هم انسان رو توبت میکند. ما خواستیم در نزد کنسرواتوار با فکرم یک 8 ماه پیشتر یک کردم که یک بخشی موسیقی درمانی تشکیل کرده شود و با فکرم امروز من جماعت امیر گفتم که اگر کارمنداتان خواهش باشد من بسیار هستم، بسیار چیزا آموزاندم، من یاد میتونم با چیکار کردم و حاضر ما میخوام که عبدالمجید بیردیف همینجا با فکرم آمدگی عبدالمجید ولی عبدالمجید یک سخن شما اکی حاتم پولاد میانه چون که ما گفته بودیم که همون کس میبیارن از دوتار سر میکنیم نموشد حاضر عبدالمجید هم در یک سد دویم زندگانی میکردیم که از دانشجو رفت آمد میکردیم برای در کورس یکم میخوندم. بعد وقت روباب دایره نبود کم کم شبا میشیدیم بعد هم طریقه طبقشه ها زمزمه میکردیم. خیلی آوازی خوب دارم، آوازی فارم هست و نوشته روز من از عبدالمجید سر میکنم برای من. اسیر زلفی تو گردم که سر به سر چینم فدای لبم می شوم که ما چینم گره به جبهه زد بو صدا بر من که این تصنعی چین است که طرح ما چین است.
که این تسنای چین است که طرح ما چین است. من از دهانی تو دشنام آرزو دارم. شنیدم که کلامی تو سخت شیرین سرم برید به دستم داد گفت که زیش توبه نکردی سزای تو این است. سری بریده خود را گرفتم گفتم کسی که دل بر کسی داد عاقبت این است. گلی گلشنی نچیدم مردم. گلی گلشنی نچیدم مردم. چرا که پنجه قصاب سخت خونین است. چرا که پنجه قصاب سخت خونین است. سخت خونین است.
Олег Сабурович, извините, здесь поломался дерево, здесь вода течет, где-то что. Тарап информация не решат, а было роварки медунат, тогда вам проблема хамеш. Масалан, майни гапа гапсдан бо гапа медунам, да, хамин сайти газета мумkin хондаги бошто, сайти президент Tojikistonda şahsen man 10 ta maktub nevsam, 1 cevap almadım. Çünkü informasiya to rovara nemirsa. Vaqtdagi narasi faqat mumkin nazas, xubas, kor oxilash xubi nadoram. Shuma asriho medoneti peshtar, hamon poshoho jonishinosh bud, vazirosh bud, fireb medonam, informasiya noduruq medonam. Man ham davri sovetdan megirim ki izovonavisi paxta bud. Vaqtdagi un taftish karan che qadar odamlar bor. Hozir ham aksar nazoratgo'y mo svodkoshon o'tib yuramiz. Man ham shu ekspresin Hoyto mana da'vat qilyapman, har kishi kommunizm vaqtida jo'xta aytadi ki isloh qiling. Vazifa mo yagari g'alla qaran mo ya oila است. Tojikiston hamma yak farzand است، باید کوشش کنیم که جامعه ما پیش بریم. نه که ما گفتم که این کامپیوتر شاست پراش نودروس دیگر که من همین روسای دیگه داره قوت پرزیدنت. چقدر گپای سخت شد، دیسکوسیه شد. برعکس از لایک خود پیش رفت. برای پرزیدنت ما واسه ما تشکر یا مقاله نوشتم که نویسندگی تنقید آدمای تغییر میکنه، زندگی پیش میبرن. برای من خوش میکنم که امروز اکثر پیش ما مثلا من تعریف کنم یا کامپیوتر من دوست تا خسته گرد نیست که با من مانده اصلاح کنم. من برنامه کرده که مثلا که باید که 100 سال مردم ما اینجا کمردان خسته نبودن 100 سال عمر بگیریم. این هم علم هست. اگر ما از پای همین شدیم حتما 100 سال عمر بگیریم. ما یک چیزی وقتی کار میکنم اینجا مدرن من شده 85 دلار میگه. وقتی که من در راسته بودم من در نوتوب شدم گفتم که من میمورم. من گفتم که موریده من رفته نمیکنم. حالا وقتی مردن نیست. اگر که من خود موندم. همین مردم ما سن سالی که پنسیل میبرم تیاری مردن است. من همین سن سال این کس حاضر ما یک جای استراحتی میام که سناتور استراحتی همونجا سربطور. هم آدمای کار میفرمان حرکت میکنن در حرکت هستن. زندگی حیات حرکت هست. یک سه وقتی که تو پگه میموری باید میموری. برای همین وظیفه ما شما منجا ادیبا بسیار شدگی سخن زهر و پازهر و گرم است سرد، سخن تلخ و شیرین و درمانی دارد. مثلا من همین بیرون با هست بعضی وقت بعد اینترنت رو گیریتو اسمیخ تراپیا تو من یک 20 ادبیات مونوگراف خونده از اونجا خلاصی کوتاه کرده بودم. برای که بعضی آدم‌ها کتاب می‌نویسن 1000 برابر ولی 8 کس نمی‌خونه. از 25 مونوگرافی که ممکن 2000 صفحه باشد من خونده اینجا 60 صفحه چی دارم. و یک روایی نوشته بودم که لفظ خوش گفتن خوش است. گر شخص عادت می‌کند جسم و جان کس حرف دوست راحت می‌کند. در حضور دوستان گویم سخن‌های لطیف خنده هم داروست انسان را تبابت می‌کند. کنی یک خنده تو یا خنده تو حرکت یک ایموسی مثبت مثلا یک علمی بسیار مشهور کسلی کامکنوز میشه. این ریماتوید آرتریت همین ممکن ناز نمیشه. بعد این شخصیت کجا با خواندگی برآمده هر روز از 5 تا 6 ساعت فیلم‌های خنده‌آور رو می‌خوانند. وقتی خنده با گرمان اندورفین هست. وقتی که گرمان جدا میشه دردها نیست میشه بیماری‌ها نیست میشه. برای همین همه شما ما همچون طبیب توصیه میکنم که از خواب خسته یک بار خندید. نصف روز به یک بار خند خودتان رو مجبور کنید. خنده‌تان هم ندیاد خندیدن. همین خنده بهترین چیز هست. من مثلا بسیار من وقت گرفتن نیستم. خوش ما عموما همین بخواستم که من خودم کنسرت کردم. روبا بود روی دکتر آورده
سرودهای خودم رو خونم شما که یک جای گوش کنید تا اینکه حافظا بسیار شدن هر طرف اخوان شما امروز دم گیرید این جشن شما از ما خونیم بعد شما من حاضر همراه طاهر راجی از شهر پنجکین که ما این آدم که سال گذشته شما شده بودیم هر دو ما از سرود میخونیم با اون که از دوسته شعرهای من هم میخونم اگر همین سرودی ما شما معقول شده آوازی من معقول شد آخرش به ضرفت تیتو من آخری صبح کنسرت شخصی خودم من اجرا تشکیل میکنم درون سینه‌ام سودای من شد چرا بی ظرف شب نزاگاهم نشان جاویدی یک دای من شد چرا بی ظرف شب نزاگاهم نشان جاویدی یک دای من شد نشستم در لبی رودی زرافشان شدم مفتون بانی عنبر افشان به قدر هر نفس باید رسیدم چو دریا بی‌زند این عمر انسان به قدر هر نفس باید رسیدم چو دریا بی‌زند این عمر انسان هزاران آدم مردند و رفتند هزارانی دیگر خوردند و رفتند هزارانی دیگر نخورده بردند دیگرها از حسد مردند و رفتند هزارانی دیگر نخورده بردند دیگرها از حسد مردند و رفتند بیا جانا دل دنیای من شد درون سینه‌ام سودای من شد چرا بی ظرف شام نزادگاهم نشان جاویدی فردای من شد نشان جاویدی فردای من شد روبایاتای من آهنگ طاهر جان خوش ما میخوام که اینجا به کریم حیدرов
استاد هستن اکادمیک راهبر علمی من حضور دارم. خوش یکی از علمای بسیار مشهور و یکی از فردهایی که کدام آدم یک چیز پیشنهاد کند دستگیری میکنند. مثلا در روسیه هر جا که رفتید میپرسند که как вам помочь؟ چطور شما به یاردام کردند؟ بعضی علمای ما میره میگه نمیشه. این کس دایم میگه که میشه. من برای همین معلم خدا خواهد 150 سالگی منو شما 100 سالگی من قدر. دوستان عزیز، امروز بسیار روز خرسندی است برای اینکه روز شاگرد من است. من در حقیقت استاد شما بودم از دور استودنتیشم. خود من در شهر مسکو اینستیتوت گیاهشناسی را تمام کرده آمدم و در کافدره داروشناسی اینستیتوت طبی درس می‌دادم. این کس در گروه من می‌خواند. از همون دور من قریب 40 سال زیادتر این جانب این کس گیاهشناس است. این کس طبیب خلقی است. این کس طبیب علمی هستند. این کس حالا گفته گذاشتن که شاعر هستند، نویسنده هستند، خواننده من هستند. لیکن ملا ظهور بسیار انسان خدمتگار هست، در خدمت خلق است. همه آن کارهایی که ملا ظهور میکند دائم ما با مصلحت با یکدیگر این کارها پیش میبریم. طبیعت تاجیکستان بسیار بای است. در تاجیکستان ما در تالار ممکن قدر بسیار نمیدانند قریب 6000 نمود گیاه میسازند. از این قریب 270 نمودش گیاه شفابخش است. گیاه در تگ پامون دارو در تگ پامون به قدرش نمیرسید. لیکن ملا ظهور به قدر همین رسید. به قدر همین گیاهشناسی رسیده. همچون دکتر روحشناس، همچون دکتر دل، همچون دکتر عصب، همچون دکتر عمومی از حجابیگر سر کرده. من حال حاضر در روسیه کارهاشان پیشرفته ایستاده است. در دولت‌های دور و نزدیک ملا ظهور را میشناسند، عزت و احترام میکنند. که از دست ملا ظهور تبابت میگیرند. افسوس که مردم ما به قدر ملا ظهور نمیرسند. قدر شناسی نمیکنند. آن اداره هایی که دستگیری کنند دستگیری نمیکنند. یک آدمی دستگیری میکرده که یک تومن چی میشه؟ هیچی. این کارهای دستگیری میکردگی وزارت تندرستی. برای امروز ملا ظهور زادروزت قید کرده ایستادن. من باوری کامل دارم که اگر راهبران ما با قدر ملا ظهور رسند در جمهوری ما اینستیتوت گیاهشناسی شدن. برای چی؟ در دنیا 20,000 نمود گیاه شفابخش می‌نویسند. از همین 5% در تاجیکستان. امروز همه شرایط‌ها در دست ملا ظهور هست. همه رسیپ هایی که مردم استفاده میبرند هست. شرایط‌هایی هست که همین روز پخته آمدگی که همین اینستیتوت تشکیل شود. یک دوره ها در سیستم اکادمی علوم اینستیتوت کشوری بود، کشورشناسی، کرایوای مدیسینا. ما در همونجا کار میکردیم، خیال میکردیم که همین اینستیتوت آسته آسته همین گیاهشناسی هم به خود میگیرد. افسوس که این اینستیتوت نیست شد، اینستیتوت گاسترونترولوژی شد. برای همین امروز من بار دیگر ملا ظهور را از صدق دل تبریک میکنم
از نام عالمان اکادمی که با همه آنها ملا ظهور همکاری دارد. بگذار که ملا ظهور همیشه با قوت باشد، در خدمت خلق باشد، کمی 100 سال عمر بیند و بعد پیر شود و پیری بدولت شود. استاد رحمتی کلام همه کتاب خنده برای شما، هر روز خندید، خدا خواهد همون مسئله‌های کردگان میشه. خنده از قدیم ایان آمده که اسکیه میگفتن. همین اسکیه که مردم با خندانده تبابت میکردن. رحمت سلام داشت. از مرگ بچه های یوش جوان ها میترسن برای که فرزند آن رو کردگه هستن. بعد از راهبرای دروغگوی و فریبگر بدگمان میترسن برای که راهبر که دروغگوی و فریبگر شد جامعه دارمش. در کدام مملکت ها دنیا بوده چیکار کرده؟ امروز با واسطه اینترنت باور کنید من تمام مملکت های دنیا رفتم. هزارها مکتوب ها میبیاد، من 2 ساعت 4 ساعت بازم میشینم جواب مینویسم. شویتزاریا، امریکا، انگلیس که در اونجا روسمان ها هستن، تاجیک ها هستن و اون مملکت ها که مثلا من رفتم در هندوستان، عربستان، ایران اونجا کار میکردم، در روسیه. مثلا از ما سوال میکنم همه شما تاجیک، یک شما تاجیکستان رو ندیدید؟ دیدید آمده؟ نه. یا ناحیه عینی 65 قشلاق دارد، خودی من حالا بعضی قشلاقاش رو رفتگی نیست. از ناحیه های جمهوری فقط 8 موندگی، دیگرش من در زدگی پامیران رفتم بعضی جاها. مثلا روسیه 86 ولایت دارد، ولی من 20 ولایت روسیه رفته خیلی بیماری تمام کردم، صحبت کردم، عمر انسان نمیرسد، برای همه جا رفتم. من همین گازت ها دست شما بگرفتید، من مثلا چی میخوام که جمعیت ما هم پیش روم. اینجا معلم درباره قدردانی دیگر چی گفتم؟ با واسطه اینترنت پرمی سقراط ما هم پیشنهاد کردیم، چون که اینترنت من میخونم، کارهای علمی من میخونم، مثلا دارای استحصال کردگی من میخونم، در آنجا آنالیز میشد. افسوس که در جمهوری ما این چیزا آنالیز نمیشد. مثلا بعد این مردن همه سینا حاضر ما همه میگم ما سینا داریم. خب از سینا داشتیم شما چی داشتید؟ بود. امروز کنی سینای دیگر است. و بودگش هم ما باید یادآوری کنیم، چیز کنیم، نکنیم، باید خودمون نشون بدیم. من از یک مثال آدمی میبرم شما. دیروز من از دویم قبطی عمرمکی مرکزی یا مغازه کشیدم، مغازه فروشی محصولات دکتر طاهری. و همشفتی من یک مغازه دیگه بود و جاش ترک کرده برفتم اونجا یک تا کچلی موندگی. پرسیدم که چند پول؟ گفت که $450 رو میتیم. زواد هما هست در طرف پیپ زواد. اونجا دیرکتورش جلزدم گفتم که آخه شما باید که یک جمعیت پیش برید. گلابن انجینرش فرستادم گفتم همین حساب کن 8 تروبو میره گیده تا $80-90 میشه. همین اسپارتی کار ساختن نمیشه. میسازد $200 میشه. $100 بالش فایدهش میمونه، استحصالات پیش میره. چی با مردم خطای هر یک چیز میبیند همین روز برودگی بعد 2 روز میبرونه. ما کردن نمیتونیم. من اینجا پروفسور احمدوف شتگی هستم. سید خان شریفی میباشد معلم یک خیلی درجه. این کسان طبیب خلقی هستن. شما باید چیز فهمید که مثلا وزارت تندرستی کمتر کروگی میفهمید، دیگه شو کمتر نادرست هست. چون که بعضی آدم فکر میکنن وزارت، وزیر و همه چیزا میدونن، این کمتر نادرست. باید عالمی همون صحافتی مصلحت کرده شود. همین مردک چیت پتنت دارد و اپاراتوری که کس ساختن با واسطه خون خیروگی میگه. تمپراتوری 200 پاس میشد کسالای رک تبابت کرده هست. لیکن امروز هیچ کس این قدر نمیکنه اینجا. فقط همین دستگاهی که این کس ساختن اگر ما همین بازارش یابیم استحصال برونیم علاقه با چیت دیگه عالم تاجیک صاحب جای کار میشه، صاحب یک پیشروی میشه، چون که متحد نیستیم. در گین خلق تاجیک من برای خنده هم گرم میزنم. من اینجا مدارم شتگی وقتی که من خواجه گرم کار میکردم اولین مثلا پسیکوتراپیست ها اینجا با رفیقای ما هستن درآمد میکنن. سال 81 من لنینگراد به خونده آمده سیانس های گیپنوز گذاشتم، شاگرد تیار کردم. بعد همین سعید جان نادری جای خودم رو تیار کرده، خواجه گرم بردم موندم. مدرم میتونه که تو کسب خودت یاد میتی پاک خودت چیکار بکنی که همین یک گین ما با هست که یک چیز دیگر کسب آموزوندم پیش بردم، این از وی ما با هست. من گفتم خیلی یاد گیرد با یک دیگه میشد دیگه. کسب آدم باید هنرش یاد چه دیگر
بسیار علما بخیلی کرده همون چیزی خودش رو نشان نمیتونه رو. خوش این سوالا که شما دادید ما در نزد انسامبل ما عموما راهبری همین مرد خیرتمند کریم هدرفتی سال 2003 اساسیاسیون تشکیل کردیم و در اساسیاسیون ما 13 نفر اکادمیک و راهبرا توش هستن دیالوگ من توانستم که علمایی که علم دارن متحد کنم نقطه جمعیت پیش برم لیکن افسوس که با سیاست بمیریم از طرف حکومت اینقدر دستگیری نشد خوش همه اساسیاسیون تشکیل کردیم حدود 100 نفر اعضای اساسیاسیون هستند و 2 سال پیش ما در نزد اساسیاسیون انسامبل هم تشکیل کردیم چون که فقط شرط با داروی اوکل بیمار رو تبابت کنند سرود موسیقی هم تبابت میکند حاضر راهبر انسامبل ما جو محمد سعیدوف من اگر کسی که اینترنت کار کرده تواند بسیار سرودهاش همونجا هست حاضر نوبت جو محمد یک در رهی غیبت نکن هرگز تلاش می شود یک روز اسراری طوفان بوی غیبت هر کجا آید گریز در بری غیبت گره باشی تو خیر بوی غیبت هر کجا آید گریز در بری غیبت گره باشی تو خیر اصلی غیبت در دیبه در موضوعات خسرتی شیطان و نامردان بود اصلی غیبت در دیبه در موضوعات خسرتی شیطان و نامردان بود آخر از غیبت شود رویت سیاه توبه کن از کرده ها عذر بخواه آخر از غیبت شود رویت سیاه توبه کن از کرده ها عذر بخواه مادری تاجیک تاجدارم تی شهد عمرت زهر گردانی بکن گردی این خصلتی خود را دوام شهد عمرت زهر گردانی بکن گر کنی غیبت شود ریسکی تو کم رویت از کشتی حیات تطفی غم
سازد کاخ ایمان پایدار. این همه گفتم که مضمون کتاب بر حبیب نارسد از آن سواب. این همه گفتم که مضمون کتاب بر حبیب نارسد از آن سواب. بر حبیب نارسد از آن سواب. در باره غیبت فهمیدتان جمعیت ویرونمیکردگی غیبتچی ها آدم ها که بیکار موندن باید میشنن یک گرشه گرم میزنند و همین سر میشد جنگ و جنجال و دیگر چیزها. اینجا یک سوال آمده است که چه سبب شد که شما کتاب اسرار زناشویی نوشتید؟ شما که من در قریه بالا در مرکز کاردیولوژی کار میکنم، بسیار جوان ها که در سن 30-35 درآمدگی بودن بعد سکته دل در وقت علاقه جنسی فوت شدند و مرحوم امروز روشان شاد شد امان الله یعقوب اولیپوف که مرکز کاردیولوژی بنیاد کرده بودند 31 می سال 1981 مرکز کاردیولوژی شروع شده بود. آن کس من گفتم پسرم همه رفته کتابخانه و شین متریال جمع کن این آدمای ریابیلیتاسیون کردن در کار، یعنی فهمانده دادن در کار که اینا نمورند. بعد ادبیات های من بسیار جمع کردم، بعد انکیت ها پیدا شد، سوال و جواب شد. این یک علم هست برادرها، این جای خنده نیست، چیز هست، حیات هست و اینم یک کامپاس که باید هر یک کس چیز داند. اولین کتابی که نویسنده بودم البته این در دوره شوروی بود، سال 1989 با نام половое воспитание تربیت جنسی. حتی در کمیته مرکزی افسوردنی بودیم شدگی بود چون که بسیار دامولا زنگ زدن این در ماه خیلی چیزا ممکن نیست. بعد من با ملاها علایده صحبت کردم. خانه من زیاده از 200 تا کتاب در مناسبت های جنسی هست، انسیکلوپدیا سکسولوژی، سکس پاتولوژی، همه چی هست. لیکن مثلا اینجا یک جنبسته یک کتابچه برادم حاضر سکس و تراپیه. من چیکار که گفتم شما هم در دوام چند روز من به خوبه کشیدم و این کتاب ها در البته در سوچه در دوره استراحت متریال ها جمع شده بودن. از چه برآوردم که این برای هر یک عائله مفید است. کدام بیماری ها با مناسبت های جنسی تفاوت کردن میکنه. زن شد دلخنکی شد که مناسبت که نشد ارگانیسم ملکه همون گرمان هم نمیرسه. خوش برای همین این هم یک علم هست. وقتی که عائله ها جدا میشن برای چی جدا میشن؟ چون که مناسبت جنسی نمیدونن. در همون کتاب اسرار زناشویی یک مثال است که در ناحیه وحدت شده بود. یک معلم یک دختری سفید در نظم میکند، تمام میکند، عائله دار میشد. وقتی که مناسبت جنسی میکنن که مردم میگن اگر خون آمد باید دختر نیست. بعد یک هفته و زنش برآورده چند کار میزند میمورد خودش آمده میپراند. یک ندانستنی عادی‌ترین چیز آناتومی فیزیولوژی من همین چیز به آورده رساند. باشه سوال تو جواب دادم. با اگر سوالات باشد مرحمت. عبدالحلیم صمدов آمدگی ما حساب می‌بینم قربان مراد شما آمدید. باشه از سخن نماشد جانشین رئیس اساسیاسیون کسبی تیوی. من اکثر شما آدم می‌بینید روشناس. اون آدمایی که مثلا ما وقتی موافقت میکنن خودش میبیاد ما اون وقتی همکاری داریم پیش میرد. محمود کبیری من امروز اکثریت شما با واسطه نیروگان رادیو روسو و یکی از بهترین روانشناسان در ساحه پسیکوتراپی بود. مرحمت یک دو سخن گویید خودتون من آدم با کم فهمونید. این کس با جن و اجن که کار میکنن شما باید فهمید که جن و اجن انرژی این انفارماسیا اینفارماتی که اومد شما به زیر میکنند این کس تمام میکنن های میکنن دور فرد. السلام علیکم استادان، کسبان، مهمانان عزیز، محترم استاد. البته پیش از آن که ما سخنی بگوییم باید الان از شما عذر پرسیم که اینجا سخنرانان بزرگ نشستند و ما که در
соҳаи тиб 17 сол фаъолият мекунем. монанде ки нӯги ангуштони шумо одамон гуногунанд ва мо онҳоро ба нави асаб ҷудо мекунем. аз он ҷумла олимон ҳам ба нави асаб ки ҷудо мешаванд. ва ман чанд рӯз кӯшиш кардам ки устодро ба як навъи мувофиқе ки дар ҷаҳон маълум аст, навъҳои асаб, ба он ҷудо кунам, вале натавонистам. ба кадом қисме аз майнаи сари он кас ворид шуда мехостам, дар он ҷо ман ба қуввате дидам, чӣ дар ҷисм, чӣ дар эҳсос, чӣ дар интеллект, яъне ақл ва чӣ дар қалб. ва фаҳмидам ки агар чунин нерӯ намедошт, наметавонист ки илми тибби ниёгони моро ба сатҳи ҷаҳонӣ бардорад. мо аз ин гурӯҳ шогирдонашон, касоне ки ҳанӯз ҳозир нав қадамҳои худро гузоштаистем дар илм, миннатдорӣ баён мекунем ки барои мо роҳ кушод. акнун мо озодона метавонем ки илми худро ба ҷаҳониён пешкаш кунем ва мо аз ин миннатдор ҳастем. саломат бошед. Rahmat, salomot bo'lib. 40 sol boz man dar amal با آدمان و هم اجل اما نیافتم داروی درمان کند درد اجل. سینا گفته بود که از قعر گل سیاه تا ابر زحل کردم همه مشکلاتی که تیراها. بیرون جستم زیبند هر مکر و حیال، هر بند کشاده شد بغیر بند اجل. خیر، من به فکرم دیگر شعر نمیخونم، فقط نوبت میتونم، چون که از روی پروگرام ما چند تا حافظه هستن. من دوران شاهزاده دوران آمدن حاضر اکسان خیش تبار میشن، موقتی همشهر هستن و آمده که من تبریک کنن. یک نوبت همین کس میتونه باشد. مرحمت. یک دقیقه ما یک دقیقه ما انکدوت بگم باشد. شست رسول میگه خوشبختی چیست؟ کی جواب میده؟ سلامت باشید. در حقیقت ما یک سایت نو شدگی، من دو تا سایت دارم. یکمش اگه آدمایی که اینترنت کار میکنن www.tohiri.ru گازت اویتسی نمیشود که برافزوده است. دومش پوتخین اسکوس رو. اما اسکوس به من برای همه شما 8-9 اکادمیک روسیه لکسیوش ماندگی 10 تا 15 فیلم ها شد. اگر هر شب شما 20-30 دقیقه اگر همون نگاه کنید، روی همون رفتار کنید، مشق کنید، عموما نمیمونید. حساب میانی عمر انسان 150-200 سال. دیگه همون از پسش شده. وقتی که شما اجرا کردید البته همون میشه. من یک مثال حاضر آدم میگم شما. وقتی که من همین دستام دیدم، دست داخل پیدا شد، این نشانه پیری. من برای چه 4 ماه در سال خودم به اکسپریمنت گذاردم. مثلا هر صبح بر وقت من روده‌ها میشستم. چیزی عادی‌ترین که امروز روسا اما خیلی خرسان هستن. همه خانه‌های شما با ورنه هست. آب گرم خنک می‌گیرن. خیلی کن اگر از جهت مدیسین گوید و کروشک اسمار و آب جوشن و باتشینو می‌خونه. همه کنار لبه چیز با ورنه میمونید، آب ویش میکشید دوشکانش. آب معتدل میکنید. 50 سانتیمتر میپرد. آدم انسان شانبری میرد که 6 دوش. شانبری رفتن شما شرط نمیشه. خارج آب تمامتی خطی هست. پگاهی تازه میکنید. من همین نشان و این دست اگر بینید که تمام نشد، این دست به 2-3 دوغ دیگر ماند. ارگانیسم هم نگاه بین داره. اگر شما از اینکه چخیلی که من گفتم این زواد من گفتم که یک دستگاه برای شستن روده ها ساز، هم ممکن $100 میشه. اکثر آدم برای سلامتی استفاده میبرن. خیلی که در اول سوال دادن که مردم ما کسل، برای اینکه حاضر کجا نروید اپارات‌های تکنیکی هست. من اینجا یک سری دیام گفتم که برای چه من عنوان بهترین تلویزیون جهان گرفتم. زیاده 1000 نفر علما اشتراک کردن در اونجا. هر یک کس خسته دستگاه خودش تعریف میکنند. من اینو ساختم، من این خیلی دیاگنوستیک میکنم. من برام گفتم که یگان اپارات شما 100% دیاگنوستیک نمیکنه تا مرده چاق نکنه. برای که در این کربلا ما کار میکردیم، دستگاه ها بعضا دیگر چیز نشون میداد. وقتی که آدم ها میمور رفته چاق میکرد، اونجا دیگه هر چیز هست. خوش برای علم تیب اون چی که میرید حاضر اوزی رنگین کمچی $100 میتید میگذارید.
با شما یک خود میموند که اینجا کسل اونجا کسل چنین نگری میمورید بعد یه هفته میمورید برای که ریابیلیتاسی پسیکولوژیستی نیست سخن اینفورماسیا آدم هر طرف میبره من در همین قبولگاه بختیار کوچومیروچ главный онколог بودم پیشتر در کربلا کار میکردم روزهای قبولی همه آدم رفته میشیدم اکثر آدم در نوبت ایستادگی برای که پدیدارین رگ میگفتن همین قواقا گفتگی گویا که از این دودرا پدرود میگفته میشیدم وقتی که میبروندم و آدم یخیلش به گام میزد که شما کسلی رگ نه باور کنید که پریده میبروم یک سخن قطعی یخیلش میگو ابسلیدونی بزرگ پچکوشا میخوام کرده میبروم این تاثیر سخن است خوش برای همین ما باید بین خودمون مناسبت‌های نصب کنیم گپی نزنیم اینفورماسیا نزرود یکی از سبب‌ها این بود تاثیر سخن است شما تیار شدید مرحبا همه شما رو با این تالار زیبا صمیمی قلب میگم استاد عزیز 60 سالگی از بس که موسیقیچی ما اینجا حضور رقابت است از شاعر گرامی استاد آذرخش درباره هموطن میخوانم ای هموطن به وطن مهمان شوه شده بیا جا شوه مرادش وطن دار کرده است دستا به دست دار هم داستان شوه مرادش وطن دار کرده دست آمد از هم داستان روایت زرافشان میفرم تحت امتحان استاد منم
خد زر گذر میکردم دختر خدا نظر میکردم خد زر شانه گذر میکردم دخترای خوش خدا نظر میکردم دخترای خوش خدا نظر میکردم دخترای خوش خدا میکردم زیده باشید استاد مبارک باشید برای شما رحمت کلام سالا شوید فقط با سرود آدمای توبات کنید جک سوال نوشته که شما اشتراکچی چندین کنفرانس های بین المللی تاجیکستان و دیگر دولت ها هستید گوید که نظری عالمان دیپلماسی تاجیکستان گیاهی ما مردم ما طبیعت ما داشت البته من در کجا نرم تاجیکستان تعریف میکنم لیکن در تاجیکستان رو تنقیب میکنم برای که بیرون از کشور باید ما وطن خود را دوست داریم رکلام کرده توانیم عبورش رو برداریم هر کجا اصلا من نسبت پرزیدنت نسبت جمعیت من راه ها تازه رفته اومد تعریف میکنم لیکن در داخل که اومدید کمبودی زیاد هست اگر چی میشه خوش نسبت گیاهایی که گفتید مثلا وقتی که ما یکمین کنگرس بین الخلقی سال 2004 گذروندیم بسیار علمای روسیه اینجا اومدن و اول گفتن که بندیت تام گنده زندگانشون رفتن نمیشه من وقتی که خودشون دیدن مردم قطعی وا خوردن اینجا رفتن مقاله نوشتن که تاجیکستان گلزم فیزیوتراپیوت برای اینکه یکی از خدمت‌های بزرگ پرزیدنت ما این که آدم‌های آورده نشان داده از گوش مپرس کاری دیده فرق از دیده تا شنیده وقتی که آدم دید تصوراتش دیگه خیلی میشه هر مملکت هر یک کشور خودش به جای خوب دارد جای ناز دارد ممکن چون ما از تاجیکستان بیرون نبرمیدید حتی بعضی از همون قشلاق زندگی نیست یا تصوراتی کلان نداره اینجا سوال دادیم که برای چی شما زیادتر سفرها هستید دیگر چی هستید مثلا ما از برنامه موندگی بعدش هست من دیگه کار نمیکنم این دنیا برای استراحت آمده آدم باید استراحت کند گردد دنیای بیند خوش گفت ما این بعقلش به این معنی نیست که شما باید که جهان شد دنیای بینید همه رفت و آمد زیاد شد من اینجا سفارتخانه ایران آماده اشتراک کردن آقای شیردوست وقتی که من در ایران کار میکردم اون کسی خانهش رو دیدم یک کتابی قرآن کلان رو من به تحفه کرده بودم خیلی که اینجا به حاضر 2 نفر روی سفارتخانه اشتراک کردن من میخواهم که حاضر شهاب‌الدین شجاع این کس وقتی که من سرمحرم شفا بودم استاد آمدن کتبی مسئول گفته بودم از همینجا همین مسئله کتاب و کتابداری چاپخانه یاد گرفته از یک چاپخانه کلان دارم یک از استادی من هستم در آنجا خواندگی هستید و یکی اینا اولادم قریب گوییم که برادری کلانشون جمال‌الدین روز در ایران تو مملکت‌های خارجی کار میکنن خارج همه شعر می‌نویسن چون که در گنی همینا بود خیلی که امروز کرامت الله سراشون و دخترشون حافظ هست این میست وقتی که تو زنات خود خیز میکنی یا دیگر چی اینفرمانسی میگذارن مرحمت شاهدین سخن شما با سلام باشد عزیز من فکر میکنم که یک سبب تنبلی ما همین شعر شاید باشد همین ادبیات باشد که همه ما با شعر و شاعری مایل داریم و دیگه مسئله ها رو کم اهمیت میدیم البته این شوخی بود و من هم یک بسیار چیزهایی در زندگی از اکای مناظره رو مختم این که انسانی هستن که همه وقت خوشباور هستن به زندگی به همه چیز باور دارن این که پیسیمیزم در این کس نیست و فکرم این سریشت این کس هم خیلی است و همان استاد کمال نصرالله امروز گفتن نامشان هم نام شاعرانه از ظهوری پاکی ظهوری روشنی و من همه آن اندیشه های فکری خود در یک غزل خود نوشتم همین رو قرائت میکنم در غمستان سرود میباید در شبستان چنو باید
در دل خالی از غم و شادی مژده عشق و شور میباید. هم شفابخش چشمه اخلاص همچو کوه غرور میباید. هم طبیب وجود خسته کس هم طبیب شعور میباید. زود آتش نمیپزد چیزه آتشی با مرور میباید. رود تیزاب زندگانی را با سخاوت عبور میباید. طاهری ظاهر است یا باطن همچون مولا ظهور میباید. سلامت باشید اکبر عزیز. تشکر زیاد. هر یک آدمی که مهنت میکند البته کاری باید پیش میرد. وقتی که من در قربالا کار میکنم در بین هر یک کلکتیو زیدجا هست. برای من نخواستم که با بسیار کلکتیو ها کار کنم. حتی یک تیار کرده بودم. دو کورپس ششم دو پروفسور بودم. یک دیگرش ناز نمیدینم. زیدیت. برای همین زیدیت که جمعیت ما پیش نمیره. باید خرسان شدم در کار که این آدم سال یک چیز شد یک پیش شد این کاری مایی پیش میبرم. شما بدین مثلا بعد وقتی که بسیار پیش ما با باریرها پیدا شد خدا رحمتی عرف کردم که پسرم تو کار کردن گرفت دریا که پر شد زده یک جا. چند مراتب بعضی رفیقای ما میگفتن که تو حالی هم نمردی اینجا اون طرف گام میزنن این سگره زده میبرد منو چون که کار میده آدم مهنت انسان میکنه. مهنت کردن گرفت مهنتون یک روز یک جا بود قطع میشه. خوش من میخوام که نام پدرم بگیده اگر تویر نباید شما با دو تا سرود اکن هر چی میخونید چون که اینجا با چند نفر هستن. دوره کنید. السلام علیکم عزیزان هموطنان و همزمینان و همزمانان. من از فرصتی مناسب استفاده برده برادری عزیزم را با 60مین سالگردشان تبریک و مبارکباد نمودن به این کس از درگاه خداوندی عزوجل تنی صحت عمر درازی و کارهای آیندهشان موفقیت‌های بی‌نظیر آرزومندم و امید دارم که شما استراحت نمیکنید تبابت مردم که استراحت نکنید انشاءالله. رحمت سلام باشید. شعر سیفالدین اکرموف نسبت ما یک داستان نویسنده بودن از همون گوشه همون شعر سیفالدین اکرموف و که سیفالدین هستند در همون تالار من چشمم ندیستده است چون که رفیقای حساری امروز کم در بفکرم من چیز کردم اونا گفتم ما 20 نفر ببین خیر کارمراد همشه شما میرسونید. سلامت باشید. در طبیعت دایما بیم ما حضور آبی صاف و حاصلش دایم بخور پودینه هست دوا از بحر دل چای آن نوشند سیرز یا کی چیز زیر چای باشد بر معده هم جگر از تمامی داروگی ها نیکتر
باری سلفا با مسان همچیگر ها شیرین بوی بهتر چارگر بحری اسکل راز و بحری خون روی خوب باشد حلول در بشد گر خونی خود تازه سازی دایما ذکر باشد بهر این مقصد دوا زهبری بیتابی چشم و یرا این چونین بر زخما باشد سرا این چونین بر زخما باشد سرا قلب را زردالو می سازد قوی از پس این میوه گر دایم روی حاصلات طبیعت این زمین بهر ما باشد طبیب بهترین حاصلات طبیعت این زمین بهر ما باشد طبیبی بهترین بهر ما باشد طبیبی بهترین